بسم الله الرحمن الرحیم. برخی از دوستان میپرسن این ابسین پرده خونه کعبه رو برای چی میخواست. ببینید از اینجا که من سالهای پیش عرض کرده بودم، اینا برای اینکه بتونن شیاطین رو جذب خودشون نگه دارن باید به مقدسات توهین میکردن و متاسفانه همونطور که میبینید در اسناد افشا شده تاکید شده که هزاران صدها هزار چقدر عدد بالایی از انسان مسلمان که دست کشیدن، اشک ریختن پای این خونه کعبه، پای پرده این خونه کعبه، دعا کردن، لمس کردن و او دقیقاً برای اعمال شیطانیش برای همین نیاز داشته. اینکه پرده خانه کعبه که ما ایرانی ها افتخار میکنیم با گلاب ایرانی معطر میشه، کعبه شستشو میشه، این طرف نماد پاکی، اون طرف نماد نجاست و کثافت. اینا میبرن. من جسارتا نمیخوام خیلی و نمیتونم خیلی توضیح بدم که چه کارهای کثیفی انجام میدن. در همین کشور خودمون مواردی بود که دستگیری هایی بود بین این کسایی که با شیاطین در ارتباط بودن. اصطلاحاً بهشون گفتن جنگیر یا دعانویس، که اینا جنگیر نیست، اینا گیر جنن، یعنی میرن گیر شیاطین میفتن و بعد از اون فرماندهی و عنان اینا و ولایتشون میشه ولایت شیطان و جن. قرآن همین رو تایید کرده، تاکید کرده. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سال کرونا تاکید فرمودن که اینا شیاطین جنی استفاده میکنن و با شیاطین انس همدستیشون در واقع خیلی آشکارتر شده. این که میبینید تو المپیک زمستانی ایتالیا از نماد ستاره پنجبر داخل دو تا دایره استفاده میکنن که نماد پرستش شیطان و شیطان پرستی است. اینا دیگه وقاحت از حد گذروندن. اما خب به نظرم خیلی واضحه این حقیقت این ماجرا. یک طرف بچه کشا و متجاوزین به کودکان، توهین کنندگان به مقدسات، و این طرف هم در واقع کشوری که یکی از بزرگترین درگیری هاش سر چی بوده؟ سر این که قبول دارم خیلی بد شاید انجام شده، درسته، اما حرف این بوده که عفت حفظ بشه، اینکه خانم ها به سادگی و سهل الوصول در اختیار کسی قرار نگیرن. به نظرم خیلی حجت آشکاره و باید